اگر تامنیلمون رو دیده باشین احتمالاً پشماتون ریخته که من چرا عکس امیرعباس هویدا رو گذاشتم کنار شیما کاتوزیان. یه دقیقه همراهم بیاین براتون توضیح میدم چرا این دو نفر رو من میخوام مقایسه بکنم با هم. چیز دیگه که باز برام خیلی جالب بود، برام فرستاده یه پستی رو برام فرستاده بودن که صاحب پیج عکس فروید رو گذاشته. فروید بعد داره میگه دخترای ما به جای اینکه برن کتابای فروید رو بخونن اینا رو الگوشون قرار بدن، میرن شیما کاتوزیان رو الگوشون قرار بدن. شما کتابای فروید رو خوندین؟ میخوای نظریه‌هاش در مورد زنان رو بهتون بگم که چقدر زن ستیز بوده؟ فقط توی یکی از نظریات خیلی خیلی معروفش برمیگرده میگه دخترها از سن 3 تا 6 سالگی متوجه تفاوت آناتومی بدن خودشون با پسرها میشن و حسادت آلت درشون اتفاق میفته و بر این اساس نسبت به مادرانشون خشم دارن. بچه 3 تا 6 ساله رو داره میگه از 6 سالگی نسبت به مادرش خشم داره به خاطر اینکه دودول نداره. فروید اینو میگه. احمقا. ببینید یه عده ناراضی هستن، یه دانشجو برفرض یک کتاب زیر بغلش میذاره خیال میکنه کار قهرمانه کرده، کتاب کارل مارکس زیر بغلش میذاره. بقیه بنده 2 نفری که در دنیا بیشتر از همه ضرر رسوندن، اولی فروید، دومی کارل مارکسه. برای خاطری که یه چیزایی نوشتن و گفتن همینه و همین، هیچ چیزی همین و همین نیست. چیزایی که آدم بایستی بخونه و با روزگار با زندگی تغییر پیدا میکنه. روی این اصله که من معتقدم هر فرد این مملکت برای خودش قهرمانه. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای چنل اسکست. میدونم تا الان به چهره آرش عادت داشتین، ولی خب اینم یکی از اولین ویدیوهای منه که قرار تکی بگیرم. قرار بیشتر ویدیوهای تکی داشته باشیم، کمتر دوتایی بریم چرت و پرت بگیم. حالا مضمون این ویدیو، 2 ویدیو رو دیدین. شیما کاتوزیان داره راجع به زیگموند فروید پدر علم روانشناسی صحبت میکنه. همچنین سالها پیش امیرعباس هویدا نخست وزیر وقت ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی هم داره انتقاد میکنه از کارل مارکس و زیگموند فروید. من این 2 ویدیو رو تقریبا با یه اختلافی از هم دیدم، ولی به محضی که نمیدونم کدوم اول دیدم. من فکر کنم ویدیو شیما کاتوزیان اول دیده بودم و بعد مثلا چند وقت بعد ویدیو امیرعباس هویدا رو من دیدم. من خیلی دوست دارم امیرعباس هویدا رو. وقتی ویدیو رو دیدم یاد ویدیو شیما کاتوزیان افتادم و این چیز اومد تو ذهنم، این جرقه اومد تو ذهنم که تقریبا 2 آدم که هیچ ربطی به هم ندارن دارن یه حرف میزنن، دارن از یک شخصی انتقاد میکنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا این 2 آدم با هم متفاوتن یا به هم شباهت دارن، سطح اجتماعی برابری دارن؟ چجوره که دارن یه حرف میزنن، یک نفر تقریبا خیلی بین اقشار مردم محبوبه، راجع به امیرعباس هویدا دارم صحبت میکنم، و اون یکی تقریبا برای نصف دیگه جامعه که مردها باشن منفوره و حتی بخشی از زنها هم اصلا طرفداری خیلی اونقدر برشون نداره، صرفا حرفای عجیب غریب و بحث برانگیزی میزنه. ببینید، من یه چیزی که من همیشه با آرش صحبت میکردم، حالا با بچهای دیگه خیلی راجبش صحبت میکردم، این که شخصی که داره حرف رو میزنه خیلی باید مهم باشه که اون شخص عقبش چیه. یعنی چی؟ یعنی ببینید شیما کاتوزیان اومد گفت زیگموند فروید اینطور، حتی شاید میتونه درست بگه، حالا اومده گفته زیگموند فروید زن ستیزه به این دلیل. امیرعباس هویدا اومده گفته که من خیلی کارل مارکس و زیگموند فروید 2 نفر خیانت کردن به مردم، کارل مارکس و زیگموند فروید، و هر کسی که تو این دانشجوهای جدید یا کتاب مارکس. فرقی که بین این 2 من دارم حس میکنم اینه که هویدا میدونه مارکس کیه، هویدا میدونه فروید کیه، هویدا خونده این کتاب‌های این 2 رو، ولی چیزی که متفاوتش میکنه و متمایزش میکنه از شیما کاتوزیان به نظر من اینه که شیما کاتوزیان نمیدونه، احتمالاً یه نقل قولی از فروید شنیده، خوشش نیومده و این رو کرده به اصطلاح ما مردم عادی پیرن اسمون، اومده گفته که زن ستیزه. این هم خب کلن شیما کاتوزیان هم همه پستاش قول و هوش
زن ستیز بودن یا نبودن اشخاص جامعه میگذره. برای همین خیلی برای من سوال پیش اومد که امیرعباس هویدا وقتی که یه حرفی میزنه ما میتونیم تا یه حدی، هرچند که این که راجع به هیچ کس نیست، ولی تا یه حدی میتونیم بپذیریم امیرعباس هویدا ارزش بحث کردن داره. این خیلی برای من مهم بود. این بود که شیما کاتوزیان حتی ارزش بحث کردن با این آدم هم این ارزش رو هم نداره. ببخشید اگه تو پاسدم، ولی تو با امیرعباس هویدا لیاقت این رو داره مخالفش باشی. امیرعباس هویدا لیاقت این رو داره باهاش صحبت بکنی، برای اینکه میدونی ایده و عقیده‌ای پشت حرفاشه، برای اینکه میدونی که تحقیق کرده اون مطلب و راجع به اون مطلب تحقیق کرده، خونده و دلایل خودش رو داره برای مخالفت با اون مطلب، که اون دلایل میتونن قابل احترام باشن و تو میتونی مخالفشون باشی و تو میتونی بشین باش صحبت بکنی و اون بحث میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه. اشتباه نکنید، بحث با شیما کاتوزیان هم احتمالاً میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه، ولی آب در هاون کوفتنه. برای اینکه شما بیا به شیما کاتوزیان بگو نره، اون میگه بدوش. بحث کردن با آدمی مثل هویدا میتونه لذت بخش باشه، ساعتها طول بکشه، به نتیجه‌ای نرسه، ولی لذت بخش باشه. تو میفهمی آدم پریه. و یا بحث کردن با کسی که سر بدیهی ایجاد، یعنی یک قدم هم شما جلوتر نرفتین و ساعتها دارین بحث میکنین. این میخوام من یه نکته رو بعد از این حرفام ثابت بکنم. احتمالاً این جمله رو شنیدین که یه بنده خدایی اومده بود گفته بود که غربی ها کت و شلوار میپوشن، اتو کشیده حرف میزنن، لباسهای تمیز دارن، سامسونت دارن، ولی وحشیان. کی گفته این حرفو؟ آقای خامنه‌ای گفته این حرفو. این حرف شاید من خیلی موافقش باشم، منی که دارم کانادا زندگی میکنم، ولی من با شخص 100 مخالفم. یعنی از بالا تا پایین این شخص من باهاش مخالفم، ولی این حرفی که میزنه حرف درستیه. به نظر من کاملا حرف درستیه، مخصوصا منی که دارم میبینمشون اینا رو. پس حالا این حرف آیا این صلاحیت این آدم رو تایید میکنه؟ نه. این آدم از ابد تا ازل برای ما تباهه. حالا میخواد هر چقدر حرف خوشگل بزنه. پس خیلی مواظب فتوا دادن آدما باشین. خیلی مواظب این باشین که کی میاد جلوی دوربین. خدا رو شکر امروزه امثال من و آدم‌های دیگه میتونن دوربین بزنن جلوشون رو شروع بکنن نقد دادن برای مردم. بیان بگن این کارو بکنین، اون کارو نکنین، اینجور زندگی بکنین، اونجور زندگی نکنین، اینجور آدما رو کنسل بکنین، اونجور آدم. اصلا روابط انسانی انقدر پیچیده است که به تعداد آدم‌های روی زمین میتونه سناریو پیش بیاد اگر شما با هر کسی روبرو بشین. نمیتونین نسخه برای بقیه بپیچین، ولی ما آدم‌هایی میبینیم این دور زمونه که متاسفانه نه فکر میکنن، نه کتاب میخونن، نه وقت دارن، نه زندگی دارن. فقط زندگیشون اینه که برای مردم نسخه‌ای که برای خودشون احتمالاً جواب داده رو برای بقیه هم بپیچن. راجع به فتوا دادن صحبت کردم. بذارین یه نکته‌ای هم بگم و ویدیو رو تمومش کنم. خیلی حواستون باشه که مخصوصا این دور زمونه که هر کسی یه پلتفرمی پیدا کرده و داره فتوا میده برای مردم. ما کلا آدمایی هستیم که یکی بالای منبر رفتن و متکلم وحده شدن رو دوست داریم، همزمان خیلی دوست داریم فتوا بشنویم، همزمان خیلی دوست داریم پای حرف مردم بشینیم. خیلی ما باید حواسمون باشه که اون شخصی که داره این فتوا و نسخه رو برای ما میپیچه کیه و خیلی باید راستی آزمایی بکنیم که اون شخص آیا عقبه‌ای داره از این حرفی که داره میزنه یا نه. خیلی سال پیش یه آدمی اومد یه سری حرفای چرت و پرت که زد، کلی میلیون آدم هم افتاد دنبالش و یه گندی سال 57 زدن که هنوز ما نتونستیم جمعش بکنیم. فرق خمینی و شیما کاتوزیان چیه؟ شیما کاتوزیان الان میلیون فالوور داره، ایشون هم داشتن. سال 57 ایشون هم میلیون فالوور داشتن. پس ببینید با فالو کردن یک سری عقاید و یک سری آدم ها ممکنه یک سنگی درون چاه انداخته بشه که هزاران عاقل بعدها سالها نتونه اون سنگ رو از آب در بیاره. پس خیلی حواستون باشه که خوراک به چه آدمی میدین. خیلی حواستون باشه که به چه آدمی دارین اجازه میدین که بهتون دستور بده و نسخه بپیچه که چجور رفتار بکنین و با کی رفتار بکنین و چجور زندگی بکنین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. با من البته هم عادت کردم به این که همیشه 2 نفر باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. امیدوارم که تا اینجا از چنل راضی بوده باشید. ویدیوها رو لایک کنین، کامنت بذارین، نظرتون رو بنویسید و تا ویدیوهای دیگر شب و روزگارتون خوش.